فردوسی گفت یادم رفت. این یکی از بدترین اتفاقاتیه که برای یه سخنران، مجری و یه دانشجو میتونه. 3 ترفند داره که اگه اینا رو رعایت کنی دیگه این اتفاق برات نمیفته. راهکار اول، حفظ نکن، مفهومی یاد. وقتی یه متن رو حفظ می‌کنی کافیه که فقط یه جمله‌اش یادت باشه. اون موقع است که هر چی که رشته کرده بودی همین. راهش اینه که اونو مفهومی یاد بگیری و اونو به زبون خودت تعریفش کنی. راهکار دوم، کلیدواژه‌ها رو یادداشت کن. اگه واقعا خیلی سخته که اونا رو مفهومی یاد بگیری یا حتی اونا رو حفظشون کنی، به اندازه یک کف دست چند تا کاغذ برای خودت بذار کنار، کلیدواژه‌هایی رو که می‌خوای روی اون یادداشت کن. و اما راهکار سوم، تمرین جلوی آینه یا حتی آدم‌ها. ببین برای اینکه بتونی متن خیلی خوب اجرا بکنی و یه سخنرانی آینه‌ای خیلی خوب داشته باشی، باید اون چندین و چند بار برای خودت تکرارش کنی یا تمرینش کنی. حالا اگر میتونی